سلام، خیلی خوش اومدید به سومین اپیزود از ویدیوکست باسکات. امیدوارم که اول همه حالتون خوب باشه و طی دو تا اپیزود قبلی حق مطالب ادا شده باشه. اگه نکته‌ای، نظری یا انتقادی بودش به دو تا اپیزود قبلی خوشحال میشم که حالا چه توی اینستاگرام چه توی کامنت های یوتیوب حتما نظر خودتون رو با همون به اشتراک بذارید، چون که به هر حال اولین بار هستش که همچین چیز داره ساخته میشه توی این فیلد و نمونه مشابهی حالا نداشته توی ایران. قطعا تا اون کار به اون پختگی برسه یه سری جابجایی ها وجود داره، یه سری تغییرات خواهد داشت این قضیه تا به اون پختگی لازم برسه. ارادت. بریم سراغ مهمون اپیزود سوم، معرض وندهی اینجا و میخوایم که یه بحث مفصل ما هم داشته باشیم. معرض جان سلام، حالت چطوره؟ یه احوال پرسی بکن با بچه ها. سلام عزیزم، امیدوارم که حالت عالی باشه. همینطور هم سلام به دوستایی که ما رو دارن نگاه میکنم. امیدوارم که حال همگی عالی و خوب باشه. متشکرم ازت معرض. بریم خیلی سریع سراغ بحثمون و اینکه از آشناییت با این حوزه بگو و کلا چی شد که وارد این حوزه شدی، یعنی استارت تو این حوزه چه شکلی بود؟ خدمت عرض کنم که خب به هر حال هر کسی از اینجایی شروع کرده و خب منم از عکاسی شروع کردم و خب به این معتقدم که یه ویدیوگرافر خیلی خوب باید عکاس خیلی خوب باشه و خب قبلا عکاسی مختلفی میکردم تو شاخه‌های مختلف، چه حالا عکاسی بیشتر اجتماعی خیابانی، بیشتر اینجوری بود که استریت فوتوگرافی بود و اینکه حالا عکاسی های مثلا صنعتی، تبلیغاتی، نمیدونم اجتماعی، اینجور داستان رو انجام میدادم و دیگه. البته اینم خب خودش یه بحث مفصلی. یه روزی ما با یه گوشی خیلی معمولی یه عکسی همینجوری انداختم و بعد دیدم وای چقدر خفن شده، چقدر خوب شده و این داستانا. بعد دیگه خب بقیه هم تعریف کردن و دیگه من به این رشته چی میگن لیزیدم تو این رشته و دیگه اومدم تو این داستان و حوالی و خب اون عکاسی تبدیل شد به ویدیوگرافی و خب من ورود پیدا کردم تو بحث ویدیوگرافی و ساختن ویدیوهای مختلف، ساختن فیلم، تیزر، مستند، نماهنگ و اینجور موارد. درسته، پس استارتت و حالا نحوه ورودت به این آشناییت تو این حوزه با عکاسی بود و از طریق حالا رشته عکاسی وارد حوزه ویدیوگرافی شدی. آره من خب از بچگی کلا به هنر علاقه من بودم و خب نقاشی میکشیدم و نمیدونم طراحی، سیاه قلم و این داستان ربطی نداره، ولی خب به هر حال یه ذوق هنری داشتم که به این رشته و این داستانا اومدم. حالا معرض این حرفی که زدی خب من واقعا خودم خیلی قبول دارم، اینکه یه فیلم بردار خوب باید عکاس خوبی هم باشه. من خودم هم استارت فعالیتم با عکاسی بود، یعنی از طریق عکاسی آشنا شدم با این حوزه و اینا و بعد حالا وارد بحث ویدیو و اینا شدم و اولین تجربه حرفه‌ای که داشتی، حالا چه توی بحث عکاسی و چه توی حالا بحث فیلم برداری، اولین تجربه حرفه‌ای که داشتی که میشه حالا اون اثر رو نقد کرد یا خودت به نظر خودت کار اوکی بود؟ ببین خب اولین تجربه حرفه‌ای من هیچ وقت تا اینکه خودم رو نیومدم و نسنجیدم هیچ وقت نرفتم برای کسی پروژه انجام بدم و خب اصولا خودم اومدم برای خودم نمونه کارهای تولید کردم، حالا چه از طرف عکاسی چه از طرف تصویربرداری ویدیوگرافی. اومدم یه سری کارهای برای خودم تولید کردم که خب حالا اون کار رو به استادای مختلف نشون میدادم، از همه با ایراداتی میگرفتن، اونا رو برطرف میکردم و در آخر یه نتیجه نهایی ارائه میدادم. و خب من بیشتر کارهایی که حالا انجام دادم قبلا کارهای تولیدیه، یعنی خودم تولید کردم، کارهای سفارشی نیست. و بعد از اینکه به یه قسمت و جایی رسیدم که فکر کردم دیگه میتونم برای مشتری و کارفرما کارهای خوبی تولید کنم، از اونجا به بعد دیگه شروع شد و خب من اولین تجربه‌ای که داشتم این بود که با یه سری از چند نفر بودن تیم شدیم، مال مثلا پنج سال پیش تقریبا
تیم شدیم به اسم استودیو آمیتیس بود نمیدونم یا آماتیس. آره اومدیم تیم شدیم و یک کاری بود برای پاساژ انقلاب زدیم و اون اولین کار من بود و خب افتضاح ترین کارمه وقتی الان دارم بهش نگاه میکنم. آره درسته. آره دیگه خب هرچی به هر حال جلوتر میری تجربه بیشتری پیدا میکنی، علم بیشتری پیدا میکنی تو این حوزه، کارهای قبلیت انگار هیچی نبوده برات و یه همچین حالتی میشه برات. حالا باز تو خوبه کاری که مثلا با عنوان اولین کار حرفه‌ای بهش نگاه میکنی و این حرفو داری راجبش میزنی. آره من مثلا کاری که هفته پیش تولید کردم و نگاه میکنم میگم این چه آشغالی من ساختم. ببین من یعنی این قضیه اینطوریم خیلی زود واسه من که اتفاق یه کاری میفته. وقتی میسازم خب تا وقتی دارم مثلا تدوینگر یا خودم یا حالا تدوینگر داره تدوینش میکنه اوکی، یه گل و بلبل همه چی آروم، من چقدر خوشبختم. وقتی خروجی در میاد وای این چیه، افتضاح میشه برام. آره من تا به الان هیچ کاری که خودم دوست داشته باشم نداشتم، یعنی کاری که نظر خودم رو به شدت جلب کنه نداشتم، ولی خب خیلی ها تعریف میکنن دیگه نظر لطفشون. درسته. حالا اگه باز یه آدمی از بیرون کارتو نگاه بکنه خب ممکنه که این عقیده‌ای که الان مثلا تو داری و نداشته باشه. آره چون که تو یه سری پارامتر و معیارا داری دقیقاً. خب که مثلا ممکنه اون طرف نداشته باشه. آره دقیقاً. یا پارامترایی که داری، فیلترایی که داری خیلی سختگیرانه است راجع به کار خودت. آفرین دقیقاً. من نگاهم همیشه به تاپ ترین و بهترین خروجیه، ولی خب مخاطبی که از بیرون داره میبینه یه چیز کلی داره میبینه دیگه و اون کلی بودنه به چشش خیلی جذاب میاد. درست. ولی خب چیزی که من میبینم خیلی جزئی و تخصصیه و همین باعث میشه که اون کار تاپ من نشه و یه جورایی اون چیزی که میخوام درسته نشه. خیلی خوبه این قضیه. حالا به اصطلاح سختگیرانه بودن نسبت به کار خودت، این که هر کار مثلا به کاری که میزنی راضی نباشی، همش دنبال لول اپ شدنه باشی، دنبال ارتقا باشی، این خیلی خوبه واقعا. و الان شرح کلی بخوای بدی راجع به نوع کارت، به صورت فریلنس کار میکنی، به صورت حالا با شرکت آژانس تبلیغاتی کار میکنی، چه شکلی کار میکنی الان خودت؟ خدمت عرض کنم که من تقریبا حدود 5 الی 6 سالی میشه تو این حوزه دارم فعالیت میکنم. من فکر میکنم از 10 سالگی تقریبا تو این حوزه فعالیت میکردم، ولی خب به صورت ضعیف، نه اینکه خیلی ضعیف. همون به صورت حرفه‌ای چند وقت کار میکنی؟ به صورت حرفه‌ای الان 2 سال دارم به صورت حرفه‌ای کار میکنم. به صورت تخصصم تصویربرداری و ویدیوگرافیه و اینکه من تا سن از بازه 16 تا مثلا 17 16 تا 17 تقریبا 1-2 سال خودم به صورت فریلنس کار میکردم. من قبلا خب با همین استودیویی که گفتم قبلا، خیلی قبل که مثلا دیگه چیز بود، با استودیو آمیتیس کار میکردم. بعد از اون جدا شدم، یه چند ماهی به صورت خب تکی خودم کار میکردم. حالا کاری هم اونقدر مثلا نبود، ولی خب به هر حال برای خودم یه سری کارایی انجام میدادم. بعد از اون که دور نشه از اون فضا به اصطلاح. آره آفرین. بعد از اون وارد استودیو زیتون شدم. اونجا هم تقریبا من قبل از اینکه اصلا وارد فضای ویدیوگرافی این داستانا بشم، قبلش من موشن گرافی کار میکردم و خب تو استودیو زیتون من موشن گرافی آموزشی دیدم و کار کردم و بعد از اون علاقه من شدم به عکاسی و بعدش هم دیگه رفتم به سمت ویدیوگرافی و بعد از استودیو زیتون من وارد تیم تدوینگرشو شدم و اونجا هم تصویربردارشون بودم و هم تدوینگرشون و خب حالا یه سری از مواقع تدوینگرشون بودم، یه سری از مواقع هم تصویربردارشون بودم، پشتیبانی کارهای سوالاتی که در مورد نرم افزار این داستان داشتم رو انجام میدادم و خب بعد از تدوینگر شدم من تصمیم گرفتم که تیم خودم رو بسازم و خب همراه 3 تا از دوستای خودم که خیلی به هم نزدیک بودیم و خب تو همین حوزه و همین حرفه داشتیم کار میکردیم، تصمیم گرفتم که
دور هم جمع بشیم و بشیم صحبت کنیم و دیگه وارد بحث تشکیل تیم و برندسازی خودم بشم. چند سالت الان؟ من الان 20 سالم. 20 سالته و تقریبا فکر کنم 2 ساله که تیم داری و تیم سازی کردی و الان دفتر دارین و اینا، درست میگم؟ ببین 1 سال طول کشید که فقط ما با هم مچ بشیم، یعنی 1 سال تقریبا 1 سال نه کمتر، 7-8 ماه مثلا طول کشید که ما با هم دیگه مچ بشیم و درسته. این 7-8 ماهی که دارم میگم 7-8 ماه به کل جنگ و دعوا بود. یعنی اون میگفت تو چرا این کارو کردی، اون میگفت چرا من اینا رو انجام ندم، تو چرا اینقدر پول گرفتی، تو فلان تو بیسار، و این 7-8 ماه دعوا بود و همین که ما تونستیم کنار هم دیگه بمونیم، همدیگه رو نگه داریم و مچ بشیم، این خودش خیلی عالی بود. ما سال اولمون دفتر گرفتیم توی 4 پروین، 1 سال اولمون اونجا بودیم و توی یه اتاق آره 12 در مثلا 3 در 3.5 4 بود، انقدر توی اتاق 12 متری بود، 4 نفری و کارهای تدوین، گرافیک، عکاسی، تصویربرداری این کار رو انجام میدادیم و خب بعد از اون الان نزدیک 2 ماهه که ما دفترمون رو جابجا کردیم، خدا رو شکر و اومدیم توی سلامت باشید، اومدیم توی 8 بهشت شرقی و اینجا دفتر گرفتیم. درست. الان دفتر من حالا آدرس دفترتون رو نگو دیگه. نه حالا جزئیشو دارم میگم. الان خود تبلیغات نکن. از اون 12 متریه رسیدیم به یه جای 120 متری. خدا رو شکر. ایول دمت گرم. واقعا توی این سن و سال، حالا توی بچه در 80 و اینا که کار میکنن، تیم سازی کردنه به هر حال سختی داره و اینا، یعنی کار راحتی نیست. تجربه کلی تو بخوای بگی از حالا معقوله تیم سازی و مدیریت کردنش چیه بهمون؟ اصلا پیشنهادش میکنی؟ برگردی عقب خودت این کار دوباره انجام میدی یا نه اصلا ترجیح میدی که خودت تنها کار بکنی؟ همیشه تو زندگیم اینو یاد گرفتم که به دست آوردن یه چیزی خیلی آسونه، خب ولی نگه داشتنش خیلی سخته. خب دقیقا من تیم سازی به هر حال یه سری معایبی داره، یه سری مزایایی داره. فریلنسری هم به همین شکله. یه سری از مزایاش اینه که تو یه پروژه مثلا میگم یه همایش میگیری که مثلا نیازمند 4 تا تصویربرداری، مثلا میگم توی تیم 4 نفر داری، 4 نفر بلند میشین آفیش میکنین تجهیزات، میرین سر پروژه، کل پولش هم میگیرین راحت، یه پول قلمبه‌ای هم میاد تو جیبتون. خب ولی مزایای همین موردی که بهت گفتم اینه که از 100 میلیونی که میاد توی حساب 100 تومن مال تو نیست، 100 تومن بین 4 نفر تقسیم میشه. یا مثلا آره حالا این پولشه که اصلا این مهم نیست، چون 10 تا پروژه اینجوری که بگیری بیشتر از 100 میلیون در میاری. بیشتر اون تیم سازیه اینه که بحث اولی که هست اینه که شما یه رهبری داشته باشین به عنوان مدیر عامل و بهش اعتماد 100 داشته باشین. یعنی مدیر عامل هر چی گفت بگی چشم. اگه 10 تا پروژه بهت نداد به یکی دیگه داد، نه یا اعتراض کنی بگی چرا داری به اون پروژه میدی به من نمیدی. خب بعد اعتماد 100 به اون مدیر عامل. بعد اون تیمی که الان ببخشید یه لحظه، این تیمی که الان متشکل از چند نفره همه از نسل خودتن؟ آره بله همه از نسل خودمن و اسم تیم ما هم استودیو نیم خطه و خدا رو شکر برندمون تقریبا جا افتاده و همین روزاست که یه اتفاقای بسیار بزرگ و خفنی رو رقم بزنیم، چون داریم یه سری حرکتایی میزنیم که به زودی توی اسپانسر ادامه میکنه. واقعا ایول. یعنی این که چند نفر با هم حالا مچ بشید، چه لحاظ اخلاقی چه لحاظ کاری، اونم توی این دهه این نسل که یه خورده همه میخوان حرف خودشون غالب باشه، سخته هانی‌ها. به یعنی قضیه واقعا سخته، واقعا سخته. تازه ما کوچیک‌تر بودیم با هم آشنا شدیم و اخلاقای هیچ کدوممون اصلاً به هم نمیخوره. یعنی یه نفرمون مودیه، من خودم خب تیریم به شدت مودیم،
نمیدونم یه نفر دیگه همون اینجوریه که مثلا دوست داره بیش فعاله، دوست داره مثلا بپره به در دیوار، نمیدونم با همه حرف بزنه فلان کنه بیسار کنه. یه نفرمون دوست داره تنها باشه، اصلا عقل آقایی هیچ کدوممون به هم نمیخوره. خب و خیلی ما جنگ و دعوا داشتیم، خیلی، تا اینکه اوکی بشیم و مچ بشیم و خب خدا رو شکر الان همه چی رواله و اوکی و داریم پیش میبریم. قبل این بود که تو تیم سازی بکنی یا بعدش بود که یه فعالیت عمده داشتی توی یوتیوب و ویدیوهایی میذاشتی که به شدت حالا علاوه بار محتوایی و جذاب بودن، حالا واسه شخص من خیلی خوب بود. یعنی من دنبال میکردم و میدیدم که فکر کنم عکاسی خیابونی میکردی، درست میگم؟ تقریبا نزدیک به 1 سال. و آقا این دلیل این خنده من اینه که ما الان 2-3 بار داریم ضبط میکنیم دوربین رکورد نکرده. به خاطر این دارم میخندم، فکر نکنین چیزه و کشتمش اینو بنده خدا رو. آره میگفتم تقریبا 1 سال و 2-3 ماه پیش من تصمیم گرفتم که یه حرکتی بیام داخل یوتیوب انجام بدم و بیام ایرانو از نگاه خودم به کشورهای خارجی نشون بدم. و من اولین نفری بودم که تو ایران سبک پی او وی فوتوگرافیو، یعنی پی او وی استریت فوتوگرافیو توی ایران اجرا کردم و خیلی خیلی خوب شد و با کیفیت و کوالیتی بسیار بالای این کار انجام دادم. واسه کسایی که نمیدونن چیه، از دید و نگاه خودم فیلم میگرفتم و همزمان که فیلم میگرفتم آثار رو ثبت میکردم و عکاسیشون رو انجام میدادم، شات رو میزدم و همون موقع خروجی شات رو کنار فیلم قرار میدادم و به مخاطب نشون میدادم. و این کار رو من انجام دادم، خیلی هم عالی بود. ولی متاسفانه بازخوردی که باید میگرفتم رو نگرفتم متاسفانه. درسته. و حالا میگی بحث بازخورد به اصطلاح خوبی نگرفتی و فکر کنم این قضیه از این میاد که محتوای حالا عکاسی چه فیلم برداری محتواهایی نیستن که خیلی پابلیک باشن، خیلی عمومی باشن، همه بفهمن که مثلا من منظورم از فلان مبحث توی فیلم برداری چیه. خب حتی این مثلا ویدیوکستی هم که ما میگیریم مطلب پابلیکی نیستش که آقا همه بدون دیتاهای مثلا بیس بیان بشینن ببینن اینو، درست میگم؟ و فکر کنم این قضیه حالا باز خورد نگرفتنه خب از این قضیه میاد که خب من محتوای پابلیکی ندارم میسازم که همه بخوام ببیننش یا همه بفهمنش. ولی متاسفانه حالا مردم ایران اینجوریان که به این عادت کردن که محتوای زرد ببینن، محتوای بی خود سرگرم کننده ببینن. خب خودت هم گفتیم مردم ما مثلا مردمی نیستن که بخوان محتوای خوب ببینن، محتوای اصولی ببینن، واسه چشم خودشون عقلشون به چشمشون و واسه چشم خودشون ارزش قائل نیستن که آقا من محتوای خوب ببینم، چیز درست حسابی ببینم، چه لحاظ تصویر محتوای خوب ببینم، چه لحاظ محتوا. خب بعضی جاها ما فرمو میچسبیم، خب محتوا رو ول میکنیم، بعضی وقتا انقدر محتوا رو سختگیرانه میخوایم اجراش بکنیم که فرمه رو بیخیال میشیم. یعنی بالانسی وجود نداره این وسط. محمد اون نیم ساعت رکورder رو داری؟ نیم ساعت پازی که میخوره دوربینت؟ بذار منم رکوردمو یه چک بکنم ببینم داره رکورد میشه، باتری در چه وضعیتی. اینجوریان که به محتوای زرد عادت کردن، برای چشم خودشون ارزش قائل نیستن و هر چیزی میشینن میبینن و اینطوریه که اوکی. کلا حالا محتوایی که ما میسازیم به اصطلاح چه توی حوزه ویدیوگرافی، اگه من بیام حالا در راجع به قاب بندی و نورپردازی اینا توضیح بدم، چه تو مثلا راجع به عکاسی یا همون فیلم برداری بیای صحبت کنی، چه همین ویدیوکستی که ما داریم رکورد میکنیم، محتوای پابلیکی نیستش لحاظ عمومی بودن و اینکه همه بپسندن، همه بفهمنش و اینا. نمیگم کارمون کار تخصصیه ها، الان من با این سوادی که دارم مثلا بشینم یه کانتنت راجع به ویدیوگرافی ببینم، میگم راجع به مکانیک ببینم، خب هیچ فهمی ازش ندارم، پس واسم جذاب نیست، نمیبینم اون محتوایی که راجع به مکانیک کرد.
از همین جهت این یه دلیلشه که حالا مثلا به اصطلاح تو ممکنه بازخورد خوبی نگرفته باشی، باز با توجه به اینکه تو محتوات خیلی محتوای تخصصی نبود، داشتی توی یه ژانر اجتماعی مثل مستند مثلا داشتی عکاسی پیووی انجام میدادی و باز ولی خب این از اونجایی نشأت میگیره که ما کلا محتوایی که دوست داریم ببینن مردم کشور ما خیلی دنبال محتوای درست حسابی نیستن، واسه چشمشون به اصطلاح ارزش قائل نیستن، اهمیت نمیدن که آقا این چیزی که من دارم میبینم از لحاظ تصویر یا محتوا چیز قوی هستش که من دارم وقتمو پاش میذارم یا که نه، واسه شون اهمیت نداره این قضیه متاسفانه. و این ضربه خوردنه، حالا تو ضربت تو یوتیوب دیدی، من خیلی بچه‌ها میشناسم که توی این اینستاگرام که این قضیه خیلی بیشتره، اون باز خورد نگرفتن اگه بخوای محتوا تخصصی نه ببین بسازی. من ضربه ای نخوردم هانی، ضربه ای نخوردم، ولی خب به هر حال دل سرد اتفاقا شد، بی خوشحالم که انگیزه اون شدی کار در واقع، کردم. درست میگم بی انگیزه شدی. بی انگیزه شدم، ولی از این بابت خیلی خوشحالم که ویدیوهای با کیفیت و با ارزشی تولید کردم. خب از این راضیم و افسوسم از اینه که چرا بیشتر نتونستم بسازم. به این دلیله که انگیزم کور شد، بازخوردی که باید میدیدم، بازخورد خیلی خوبی که باید میدیدم و ندیدم متاسفانه. درسته، دقیقا حرفت درسته و میفهمم. خب اگه اینو بخوایم توی مثلا اینستاگرام در نظر بگیریم، اینستاگرام که دیگه اصلا هیچی، ببوس بذار کنار. اولا که اصلا اینستاگرام بستر و جایگاه مناسبی برای تولید محتوا و ارائه محتوا نیست. دقیقاً. به خاطر اینکه تو الان اکسپلور فقط کافیه باز کنی. ما این قضیه رو توی هر اپیزود با بچه‌ها راجعش صحبت میکنیم که آقا اینستاگرام اصلا جای تولید محتوای تخصصی نیستش. هر اپیزود در واقع این بحثه کشیده میشه وسط و خب همون میدونیم که توی اینستاگرام دنبال چی میگردن مردم دنبال سرگرم شدنن و اگه میخوای توی چارچوب حالا اینستاگرام تولید محتوا کنی باید با قوانین اینستاگرام بیای جلو، به اصطلاح باید چه میدونم دلغک بازی در بیاری. حالا باز دلغک به قول شایان دلغک زحمت میکشه، گیریم میشه، با مسخره بازی در بیاری، سه کارهای جلف انجام بدی که ویو بیشتری بگیری در نهایت. ولی خب چیزی که ما اینجا مثلا بهش توجه میکنیم خلق ارزشه، چیزی که خب نیستش دیگه تو اینستاگرام. حالا باز توی اینستاگرام خیلی بیشتره، یوتیوب فارسی کمتر، ولی هست توی دوزای مختلف، توی هر پلتفرم این قضیه هستش. ما رضا جان ازت تشکر میکنم اول از همه واسه اینکه دعوتمو قبول کردی واسه حضور توی این اپیزود و اینکه امیدوارم توی مراحل کاری که پیش میگیری موفق باشی. اگه که من به بحثی اشاره نکردم یا چیزی کم بود توی سوال ها به اصطلاح بگو که به عنوان حرف پایانی ازت داشته باشیم و اینکه خدافظی هم در ادامهش داشته باش با بچه‌ها. من یه عذرخواهی تشکر بکنم. عذرخواهی اولم اینه که خب ما دیروز قرار بود این کارو ضبط کنیم و به مشکل خوردیم و من از تو عذرخواهی میکنم. خواهش میکنم عزیزم. همین الانم بیشتر از 3-4 بار ضبط کردیم، یه بار رکورد نشد، یه بار فلان نشد، بیسار نشد. بازم خیلی خسته شدی، ازت عذرخواهی میکنم. خواهش میکنم عزیزم. خیلی ممنون که قابل دونستی و منو دعوتم کردی. یه تشکر دیگه هم بکنم از آقای مهردادی که یه پکیج تولید کردن دادن بیرون و الا ماشاءالله ویدیوگرافر رو نمیدونم این داستان ها خلق شده به وجود اومد. و اینکه یه نکته دیگه ای هم بگم، اون دوستانی که یه بار یه پکیج رو دیدن صرفا ویدیوگرافر نیستن و ویدیوگرافر شدن و تصویر بردار شدن. اصلا تصویر بردار و ویدیوگرافر دوتا بحث متفاوته. تصویر بردار شدن یا ویدیوگرافر شدن لازمش تجربه و علمه. تجربه علم یعنی این که تو میای فرزاد مهردادی رو میبینی دیگه تموم، این نیست واقعا. این چیزی نیست که واقعا هست. و اینکه یه چیز دیگه هم بگم، الان این روزا یه سری از دوستانی هستن که خب با همین اسم و رسم توی اینستاگرام فعالیت میکنن و گاهن به صورت
خیلی شانسی یه ویدیو آپلود میکنن و یه ویدیو میلیونی میخوره و خب بعد دیگه نمیدونن بعد چی کار کنن و دیگه اینطوریان که خب دیگه الان دیگه من 1 میلیون ویو گرفتم و دیگه تمامه دیگه من برای خودم اسم رسمی دارم و اینجوریه و یه سری موارد به این شکلی هم هستن که خب بعد از اینکه ویو میلیونی میگیرن یه سری مخاطب عام که فقط ظاهره و دکور رو دیدن، طرف مثلا نورپردازی کرده، نورپردازی خوبی کرده ولی خب یه نمونه کار درست نداره، خب اومده کلی نورپردازی و ستاپ چیده ولی یه نمونه کار خفن و قوی نداره، میاد ظاهرا میبینه مخاطب و مثلا 15K 10K 20K 30K فالوور میگیره و دیگه میزنه تو راه بلاگری و نمیدونم من شروع میکنه اصلا پکیج تولید کردن. خیلی حرفه واقعا که بعد از این موضوع طرف شروع میکنه به تولید کردن پکیج در صورتی که هنوز اون آموخته که باید یاد بگیره نگرفته و صرفا میاد چیزی که دیده از یه پکیج دیگر رو در قالب اسم خودش یه پکیج دیگه تولید میکنه. خواهش میکنم نکنین اینجوری و فقط با این کارتون دارین بازار که به جهنم، فقط با این کارتون دارین نگاه مردم دیگه به این حرفه رو زیر سوال میبرید و به هم میزنید. آره خواستم از آقای فرزاد مهدایی تشکر کنم بابت تولید این پکیج و زایمان این همه ویدیوگرافر. همین درسته، کاملا قبول داشتم حرفایی که زدی ایمان رضا و اینکه امیدوارم به یه جایی برسیم که علاوه حالا مخاطب و خودمون به اون لولی که دلمون میخواد برسیم. بازم ازت ممنونم بابت تایمی که گذاشتی، بابت قبول دعوت. یه دیگه هم بهت بکنم به خاطر اینکه این تأخیرایی که پیش اومد یکم من حالا کارم هولی شد، دفترم خب تازه عوض کردم، هیچ المان خاص جذابی هم ندارم به جز این آکواریومی که اینجا خودم درستش کردم و خب دفترم کار داره برای زیبایی سازی و دکور و عذرخواهی میکنم اگه ستاپ قابل استفاده و مناسبی نیست. بچه‌هام رفتن سر پروژه نورا رو بردم و من با یه شاخه نور دارم این کار رو ضبط میکنم. امیدوارم که بدرخشی و موفق باشی. سپاسگزارم از اینکه من قابل دونستی و دعوت کردی. عشق منی. ازت خداحافظی میکنم رضا جان. بازم تشکر میکنم ازت بابت تایمی که گذاشتی، بابت حضورت تو این اپیزود. امیدوارم که موفق باشی توی مسیر کاری و اینکه اگه یه حرفی فکر نکنم باشه خدا نگهدارت. منم تشکر میکنم ازتون بابت اینکه تا اینجای ویدیو منو تحمل کردید و محمد رضا رو. امیدوارم که مطالبی که رد و بدل شد چه لحاظ بار محتوایی و چند جهات دیگه مورد پسندتون بوده باشه و اینکه اگه انتقادی بود به حالا باز این اپیزود و اپیزود قبلی، خوشحال میشم که حالا چه توی اینستاگرام چه توی یوتیوب که این ویدیو رو دارید میبینید حتما با همون به اشتراک بذارید. 2 اپیزود دیگه مونده که این سیزن تموم بشه و امیدوارم که به اون نحوی که باید و شاید این اتفاق بیفته. خدا نگهدارت.